لیونل مسی به چپ میزنه، به راست میزنه، تمام مدافعین دریبل میزنه، تک به تک با دروازه‌بان، اون هم دریبل میزنه و توی دروازه چک کرد با مدافعین خطافه و باید هم اینجوری تشویقش کنه مربی بزرگ او لیونل مسی. گل برای بارسلونا. اینجا تصویر آهسته رو با هم ببینیم، یه پاس، یه چپ انداخت، یه چپ، مجددا حرکت سریع او. وای چه میکنه، نسخه مدافعین خطافه رو پیچید لیونل مسی. ببینید چه کرد، به به، عجب گل زیبایی، یه تنه همه تیم خطافه رو دریبل زد و توپ رو توی دروازه قرار داد. چه بازیکنه این، چه بازیکنیه این. از زیبایی‌های این گل هر چقدر بگیم کم گفتیم. مجددا از زاویه دیگه این گل زیبا رو میبینیم، هیچ کسی به گرد پاش نمیرسه، همینطوری دریبل میزنه و میره جلو. شک نکنید که این یکی از بهترین گل‌های دوران بازیگری لیونل مسی، فوتبالیست معروف و بسیار محبوب در کل دنیا. ببینید چه کرد، واقعا چه کرد با این مدافعین و گل خودشو به ثمر رسوند.